سلام دوستان عزیز، ما در مورد گزارش‌های تابستانی ترانسفری که در فوتبال اروپا انجام شدند حرف خواهیم زد و نخست از آن میگوییم که فوتبال بازی ایتالیایی مارکو وراتی بر عوض 45 میلیون یورو از دسته PSG به العربی قطر گزارش کرد و بعدا البته در مورد ترانسفرهای ارسنال خواهیم گفت. ناکامی ترانسفری برای ارسنال لندن آن است که بازیگر 72 میلیونه اخیراً بر عوض 4 میلیون یورو به ترابزونسپور ترکیه گزارش کرد. این هم نیکالیا پپه است که سال 2019 ارسنال از برای لیل دروازه‌های خزینه‌اش را کلان گشوده بود. 27 گل و 21 اسیست در 112 بازی. اخیراً پپه را در لندن هیچ نزیان نکردن نتوانست و اخیراً از رفتنش یک تشکیلی وزنین هم برپا شد. ویلسون ایزیدوری فرانسوی و جنجالی از لوکوموتیو گریختنی بود ولی نتوانست اخیراً مسکو را به پیتر عوض کرد. فوتبالباز 23 ساله طریق اجاره به زنیت رفت و آنجا رقمی 10 گرفت و طبق شرطنامه حتما خریداری می شود. حمله‌ور منتخب یامایکا اندی گری باشد چون فوتبالباز آزاد به صف الریاد پیوست. بازیگر 32 ساله با تیم سعودی شرطنامه تا سال 25 نوشته هر هفته $100,000 کار میکند. سابق بازیگر آرس یونانی پیشتر در تیم‌های KPR، واتفورد، بیورنلی، برنتفورد و لوتون تاون بازی کرده است. مگامد شفی سلیمانوف باشد بعد موسم قبلی در خپایل بیرشوای اسرائیلی باز از کراسنودار به تیم اروپایی گریخت. این نوبت آریس شپی را با حق خریداری 1 میلیون یورو به اجاره گرفت. دروازه‌بان اسپانی ویسنت گوایتا که از سال 2018 در پرمیر لیگ انگلیا بود اخیراً کریستال پالاس را ترک کرد و به وطن رفت. بعد 154 بازی در تیم انگلیسی اخیراً دروازه‌بان اسپانی تا سال 2025 در سلتا مهنت خواهد کرد. کریستال پالاس باشد با دفاعگری 27 ساله ارسنال راب هولدینگ شرطنامه 3 ساله بست. در صف ارسنال باشد هولدینگ از سال 2016 زمان گزارش از بولتون برآمد میکرد و 2 جایزه هم به دست آورد. برنان جانسون باشد از تاتنهام فورست بر عوض 47 میلیون پوند استرلینگ به صف تاتنهام پیوست. نیمه‌نهایی منتخب ویلز شرطنامه تا سال 2029 نوشت و خود رقمی 22 گرفت. ترانسفر اساسی ژیرونا کاتالانی طریق اجاره آوردن اریک گارسیا از بارسلونا می باشد. دفاعگر 22 ساله که از سال 2021 به بارسا تعلق دارد در موسم نوین با ژیرونا خواهد بود. همچنین ژیرونا کریستیان پورتوی 31 ساله از خطافه به مهلت 4 سال و جان سالیسی 18 ساله را از اتلتیکو ناسیونال به مهلت 5 سال آورد. آلبرتو لاکونگا به اجاره یک موسم از ارسنال به لوتون تاون رفت. بلگیوی نیمه دوم موسم قبلی را در کریستال پالاس گذرانیده. از سال 2021 تا حال وقتی گزارش از اندرلخت در پرمیر لیگ انگلیا همگی 34 بازی گذرانیده است. خریداری دیگری ناتینگهام فورست این آوردن دروازه‌بانی نو است. رقم 1 بنفیکا ادیسیاس ولاخادیموس به مهلت 4 سال به پرمیر لیگ انگلیا آمده. دروازه‌بان 29 ساله منتخب یونان از سال 2018 تا به حال 3 جایزه با بنفیکا به دست آورده است. فرانسیسکو کانسیساو 20 ساله بعد 1 سال ترانسفر با نرخ 5 میلیون یورو با آیاکس طریق اجاره به پورتو برگشت و در وطن تحت دستورهای پدر کار خواهد کرد. پدرش سرژیو کانسیساو پورتو را از سال 2017 این جانب تمرین می‌دهد. آیاکس باشد دفاعگر 25 ساله منتخب خرواتیا بورنا سوسا را به تیم آورد و تا سال 2028 شرطنامه بست. دسته شتوتگارت از این ترانسفر 8 میلیون یورو به دست می آورد. اینها بودند 12 ترانسفر اساسی تابستانی که هفته قبلی از تیم‌های اروپایی به تیم‌های عربی و میان تیم‌های اروپایی انجام داده شدند. خیر تنصیحات باشید.